به نام خدا. در این ویدیو با دوره دستور زبان متوسطه اول در خدمتتون هستم. اول از بن شروع میکنیم. بن جزء ثابت و یا تغییر ناپذیر فعل که معنا و مفهوم اصلی فعل رو در بر داره. کلمه بن معنای ریشه هست. بعداً میریم سراغ شناسه. شناسه وسیله شناخت شخص فعل هست که به آخر فعل میچسبه. یعنی هر فعلی از بن و شناسه ساخته شده. اگر ما میخواییم اینجا یک فعل ماضی رو صرف کنیم، من رفتم، تو رفتی، او رفت، ما رفتیم، شما رفتید، آنها رفتن. در اینجا اون جزء ثابت و تغییر ناپذیر فعل که معنا و مفهوم اصلی فعل رو در بر داره رفت است. و شناسه که به آخر فعل میچسبه وسیله شناخت شخص فعل هست. یعنی این عمل رفتن توسط چه کسی انجام شده. میم، یم، ید، ند شناسه فعل هستن. سوم شخص مفرد فعل ماضی شناسه نداره. اینجا الان رفتم و که ما صرف کردیم فعل ماضیه و سوم شخص مفرد فعل ماضی شناسه نداره. من رفتم اولین شخص مفرد، تو رفتی دوم شخص مفرد، او رفت سوم شخص مفرد، ما رفتیم اولین شخص جمع، شما رفتی دوم شخص جمع و آنها رفتن سوم شخص جمع. خب ضمیر به چی میگیم؟ ضمیر اون کلمه‌ای هست که به جای اسم میشینه. ما به خاطر اینکه یک اسم رو در جمله مرتب تکرار نکنیم میتونیم از ضمیر استفاده کنیم. دو نوع ضمیر داریم. یکی ضمایر منفصل یا جدا و ضمایر متصل یا پیوسته. ضمایر منفصل یا جدا شامل من، تو، او، ما، شما، ایشان و ضمایر متصل یا پیوسته که به اسم قبل از خودش میچسبه یا به کلمه قبل از خودش میچسبه میم، ت، شین، مان، تان، شان. مثل کتابم، کتابت، کتابش، کتابمان، کتابتان و کتابشان. دو نوع بن داریم. بن ماضی و بن مضارع. طریقه ساخت بن ماضی مصدر فعل بدون حرف نون هست که مصدر از بن ماضی به اضافه حرف نون درست شده. بن ماضی رفتن اگر بخوایم به دست بیاریم بدون حرف نون رفت میشه. بن ماضی دیدن و اگر بخوایم به دست بیاریم دید میشه. بن ماضی یعنی بر زمان گذشته دلالت داره. بن مضارع فعل امر مفرد بدون حرف ب. یعنی اگر از مصدر رفتن به ما بگن بن مضارعشو به دست بیار، فعل امر مفرد برو بدون حرف ب رو میشه، یا بپوش بدون حرف ب پوش میشه. هر فعل 6 تا ساخت یا صیغه داره. اولین شخص مفرد، دوم شخص مفرد، اولین شخص، سوم شخص مفرد، اولین شخص جمع، دوم شخص جمع، سوم شخص جمع. اگر بخوایم دیدن رو صرف کنیم، من دیدم، تو دیدی، او دید، ما دیدیم، شما دیدید، آنها دیدن. زمان فعل آینده. ما چجوری فعل آینده رو میسازیم؟ خواه به اضافه شناسه به اضافه بن ماضی فعل مورد نظر. یعنی اگر به شما بگن به فرض از مصدر رفتن فعل آینده بسازین، خواه رو به اضافه شناسه میکنیم به اضافه بن ماضی اون فعلی که بهمون میدن. یعنی از مصدر رفتن بن ماضیش رفت میشه. من خواهم رفت، تو خواهی رفت، او خواهد رفت، ما خواهیم رفت، شما خواهید رفت، آنها خواهند رفت. یا اگر از مصدر شنیدن بگن زمان آینده به دست بیار، خواه به اضافه شناسه به اضافه بن ماضی فعل مورد نظر از مصدر شنیدن بن ماضی شنید میشه. من خواهم شنید، تو خواهی شنید، او خواهد شنید، ما خواهیم شنید، شما خواهید شنید، آنها خواهند شنید. میریم سراغ فعل‌های ربطی. ما فعل به کلمه میگیم که بر انجام گرفتن کار یا روی دادن حالت همراه با زمان و شخص دلالت داره. دو نوع فعل داریم که فعل‌های ربطی هستن یا اسنادی و یکم فعل‌های غیر ربطی یا غیر اسنادی. فعل‌های ربطی یا اسنادی همونطور که از اسمش هم مشخصه به وسیله اون ما چیز را به چیز ربط میدیم یا نسبت میدیم. فعل‌های اسنادی شامل است، بود، شد، گشت و گردید اگر معنی شد بده. فعل‌های ربطی نیاز دارن به نهاد و مسند. فعل‌های ربطی یا فعل‌های اسنادی نیاز به نهاد و مسند دارن. مثال هوا سرد است. برای که ما میخوایم مسند رو به دست بیاریم چجور رو به اضافه فعل اسنادی میکنیم. میگیم چجور است؟ سرد است. سرد میشه مسند. و وقتی که بخوایم نهاد رو به دست بیاریم در جمله‌ای که فعل ما اسنادیه
میگیم چه چیز سرد است؟ هوا. هوا نهاده، سرد مسنده و اصلا فعل ربطی یا اسنادیه. یه مثال دیگه، اتاق گرم است. چه جور است؟ گرم. گرم میشه مسند. چه چیز گرم است؟ اتاق نهاد است فعل ربطی یا اسنادی. تمام فعل ها به غیر از فعل های اسنادی فعل غیر اسنادی هستن که نیاز دارن به فاعل و مفعول. پس فعل های اسنادی یا ربطی نیاز به نهاد و مسند دارن و فعل های غیر اسنادی یا غیر ربطی نیاز به فاعل و مفعول دارن که فاعل در جواب چه کس و چه چیز میاد و مفعول در جواب چه کس را و چه چیز را به اضافه فعل میاد. به فرض میگیم مریم کتاب خرید. چه چیز را خرید؟ کتاب میشه مفعول. چه کس خرید؟ مریم. و خرید هم یک فعل غیر اسنادی یا غیر ربطی هست. متمم به کلمه‌ای میگیم که بعد از حرف اضافه میاد. کلمه‌ای که بعد از حروف اضافه میاد میگه متمم. حروف اضافه شامل از، به، برای، با، در، اندر و چون اگر معنی مثل و مانند بده حرف اضافه است و کلمه‌ای که بعد از حروف اضافه میاد میشه متمم. در اینجا من به مدرسه رفتم. مدرسه متممه چون بعد از حرف اضافه به اومده.